هیچ امیدوار به عمل خودم نیست، هیچ. اینو بدونید عملی هم ندارم، فقط امیدم به همین است. یعنی این وعده هایی را که در این روایات به ما داده شد، در آیات به ما داده شد. حالا میخوام یه روایت بسن گوش کن. پیغمبر دارد فرمود کسی علی رو دوست داشته باشه خدا نمازشو قبول، خدا نمازشو و صیامه روزهاش هم قبول و قیامه شب زنده داریش رو امشب احیا گرفتی اینم قبول، چون علی رو دوست دارید بالاتر از همه. و استجاب دعاه، یعنی دعا که بکنه دعاش هم قبول. خب پس بنابراین امشب همه چی داریم. خود من امشب فکر میکردم، گفتم مگه میشه دست خالی ما رو برگردونی؟ میشه کسی رو دعوت کنی سر سفره بشونی بعدش غذا ندی؟ پاشا به کرمت یا الله.